مرادعلی توشیف در فیسبوک ویدیوی لحظه‌ای با زیارت مادرش رفتن چمپیون جهان اکمالالدین کریموف را نشر کرده است. در ویدیو دیده می شود که مادر اکمالالدین در روی کت مریضی خوب است، ولی وقتی پسرش از در می درآید با چشمان پر از اشک از جایش می خیزد و اکمالالدین را گرم به آغوش می گیرد. اکمالالدین مدال طلایی چمپیونات جهان اوید با گشتین سامبو را که در تاشکند به دست آورد به گردن مادرش می آویزد و می گوید این مدال که اینقدر آرزویش را داشته حق علال توست. مؤلف ویدیو با اشاره به منزل نظرناگیر اکمالالدین و مادرش می گوید چمپیون جهان در همین کلبه نظرناگیر به دنیا آمده است. ببینید کلبه های نظرناگیر انسان های را به دنیا می آورند که در آینده جهانگیر می شوند. می گوید او. مؤلف از آن هزار تأسف کرد که این لحظه با تاج پیروزی به خانه برگشتن پسرش را پدر فقید اکمالالدین ندید و نتوانست شریک این ساعت شادی خانواده‌اش بشود. اکمالالدین کریموف شاگرد مربی شناخته تاجیک محمد شریف سلیمانوف روز 12 نوامبر در چمپیونات جهان در تاشکند در وزن تا 58 کیلو در مسابقات سامبو ورزشی صاحب جای اول و عنوان چمپیون جهان شد. اکمالالدین تا کنون در چمپیونات جهان 4 مدال نقره و 3 مدال برنجی به دست آورده بود و بار اول صاحب مدال طلا و عنوان قهرمان سامبو جهان شد. او گفت تمام عمر انتظار این روز بود. چمپیونات اخیر در تاشکند را اکمالالدین یکی از مشکل ترین مسابقات در سابقه ورزشش نامیده و گفت این ارزش پیروزیش را در این مسابقه باز هم بالاتر میبرد. اکمالالدین کریموف در حال چمپیون جهان شد که رفتنش به چمپیونات جهان زیر سوال قرار داشت. او در چمپیونات اخیر تاجیکستان اشتراک کردن نتوانست و طبق قاعده باید ورزشکاری که چمپیون تاجیکستان شد به این مسابقه میرفت، ولی مربیان تیم ملی پایفشاری کردند که نامزد از همه ارزنده اکمالالدین است و او را به تاشکند بردند. نتیجه های چمپیونات جهان نشان داد که مربیان تصمیم درست گرفتند.